حتی اگر کتاب‌های عقیده را خوانید، من امام طحاوی عقیده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه و عقیده قاضی ابو یوسف شاگرد پیش قدم امام ابو حنیفه و عقیده امام محمد ابن حسن شیبانی رضوان الله علیهم اجمعین را در عقیده طحاوی که اصلا یعنی عقیده از نگاه مذهب حنفی هست اون بیان کردن. در یک جملهش گفتن که و نرى المسح على الخفین فی السفر والحضر. ما یعنی اهل سنت و الجماعت از جمله مذهب حنفی جایز می شماریم مسح کشیدن به مسحی را در سفر و در حضر. گفتن در سفر و در حضر مسح کشیدن به مسحی را جایز می شماریم. مسح کشیدن به مسحی اصلا مسئله عقیدوی نیست، لیکن برای چی در کتاب عقیده ذکر کردن؟ بله اصلا عقیدوی نیست، لیکن با رفت زمان عقیدوی شد، چون که مردم رافضه به پای لوچ مسح میکشن که این نادرست است و طهارتش هم طهارت نه، نمازش هم نماز نه. و مسحی 40 حدیث خیلی که امام محمد گفتن که در با آیید مسح کشیدن به مسحی در قلب ما شبهه نیست. 40 حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. گفتن مسح کشیدن اصلا به مسحی این یک عمل فقهی هست، یک علم فقهی هست، لیکن در کتاب های عقیده ذکر میکنه علما.